در حال نوروزی کارمندان بیمارخانه مرکزی و بیمارخانه‌های رقمی ناحیه وحش، هفت سین و هفت شین خوراک‌های ملی از قبیل آش بریده، شکراب، قروتاب و شیربرنج، سمبوسه و قلچقندهای بهاری و دیگر طعام‌های خاص نوروزی گذاشته شده بود. راهبریت بیمارخانه کارمندان را و نوروز بین‌المللی شادباش گفته سعادت روزگار را بهرشان تمنا نمودند. واقعا نوروز فرخنده‌پی که در سرنوشت ملت تمدن آفر تاجیک و مردمان کشورهای حوزه نوروز همچون میراث بزرگ فرهنگی و گنجینه بی‌بهای باستانی ارزیابی می‌گردد، محض با کوشش و تلاش‌های فرزند فرزانه ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام بین‌المللی را پیدا نموده است. این بانوان و خواهران موفق برابر مردان در پیشرفت ساحه تندرستی فعالیت نظر است دارند و آن دستور و سپارش هایی که برای سالمی جامعه و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی به اهالی راه اندازی گردیده است، رسالت کسبی خویش را صادقانه انجام می دهند. واقعا نوروز پیوندگر نسل امروز با رسم و آیین، ارزش های ملی و مهر و صداقت به عنعنه های نیاکانه باشد. طوری که از نام آن برمی آید نوروز روزی نو معنی داشته در اول سال نو خورشیدی به استقبال سال نو برپا می شود. سرور مملکت در یکی از ملاقات‌هایشان گفته بودند که نوروز با همه حسن طبیعی و زمینیش نمونه یک فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته از دوره‌های دیرین برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان‌ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. جشن نوروز برای ما مردم تمدن آفر تاجیک که میراثبران مستقیم تمدن ساز باستانی آریایی می باشیم، از قدیم تا امروز یک پدیده بسیار قوی، هویت ساز و یکی از رکنهای مهم خودشناسی و خودآگاهی فرهنگ ملی و جزئی برجسته جهانبینی و جهانشناسی به شمار می رود. ما از کارمندان ساحه تندرستی ناحیه وحش در تجلیل عنعنه‌های ملی به خصوص نوروز عالم افروز سهم نظر است گذاشته کوشش می کنند عنعنه‌های ملی را با رسم و آیین‌هایش در سطح بلند استقبال گیرند. در تجلیل نوروز بین المللی اهل کارمندان با دستاویز با سرود و موسیقی به میدان بزمگاه حاضر شده هر کدامی به طور خود شادی می کردند و قرائت شعر و بزمگاه ادانه تراوت دیگر بخشیده بود.